این اپیزود در 22 اسفند ماه سال 1403 ضبط شده. سلام و وقت بخیر خدمت دوستان. شما به پادکست بیدهان خندیدن گوش میکنید. من اهورا کاووسی، روانکاو و کاوشگر فلسفه، به کمک رویکرد روایت درمانی و این داستان شما رو به تحلیل عمیق‌تر از خودتون دعوت میکنم. از اونجایی که تمام تأثیر این روند وابسته به خط داستانیه، پیشنهاد میکنم از ابتدای پادکست با من همراه باشید. در انتها متشکرم که من رو برای رقص میان آگاهی انتخاب میکنید. بعضیا نمیتونن قبول کنن که هیچ کس قرار نیست در رو براشون باز کنه. بعضیا وقتی همه درها بسته است از در آخر عبور میکنن و این همون چیزیه که اون بهش رسید و من موندم و یه لیست پر از درهای بسته و هیچ جوابی برای این سوال که چرا هیچ کدومشون باز نشده. تهران زمستوناش یه بوی خاصی داره. یه ترکیب عجیب از بوی نم بارون، بوی دود، بوی کتری زغالی چای فروشا و گاهی هم بوی نون داغ که از یه نونوایی ته کوچه میاد. انگار یه چیزی بین زندگی و مرگه. نه زنده‌ای، نه مرده. معلقی. اون شبم همون حسو داشت. من و اون توی کوچه‌های خیابون ایرانشهر راه میرفتیم. هوا یه جوری بود که معلوم نبود بارون میخواد بیاد یا نه. همه چی مثل زندگی نامطمئن بود. گفت میدونی یه روزی خسته شدم. گفتم همه خسته میشن. تو چته؟ یه پک عمیق به سیگارش زد، دود از دهنش بیرون داد و گفت فرق داره. بقیه خسته میشن ولی یه امیدی ته دلشون دارن. من اون روز فهمیدم هیچ امیدی نیست. یعنی یه جایی تو زندگی انگار کل معادله دنیا رو فهمیدم و دیدم تهش هیچی نیست. معادله دنیا؟ خندیدم. تو هم شدی نیچه؟ سرش آورد بالا، تو چشام نگاه کرد. جدی بود. خودتو مسخره کن. تو هم یه روز میفهمی چرا یه موقع‌هایی همه چیز کار نمیکنه. رفتیم سمت دکه چای فروشی. بخار چای تو هوا میپیچید. پیرمرد فروشنده بی‌حوصله بود. مشخص بود کل روز صحنه‌های یکسان دیده. آدمایی که میان چای میگیرن، یکی دو جمله حرف میزنن، بعد دوباره میرن تو همون زندگی تکرارشون. نشستیم کنار جدول. لیوانای چای تو دستمون بود. سرشو انداخت پایین و گفت حس میکنم دنیا یه جوری با هم لج کرده. هر چی دست و پا میزنم یه چیزی جلومو میگیره. آدمایی که باید بفهمنم نمیفهمن. جاهایی که باید درا باز بشن بستن. انگار طبیعت، مردم همه چی دست به دست هم دادن که نذارن من برسم. برسی به چی؟ یه لحظه ساکت شد. بعد انگار خودش جواب خودشو پیدا نکرده باشه گفت نمیدونم. فقط میدونم که همه چی داره منو از خودم پس میزنه. ساکت شدیم. از اون سکوتایی که حرف زدم فایده نداره. بعد از چند دقیقه گفتم این که دنیا باهات لج کرده شاید حقیقت نداشته باشه. شاید این فقط اون احساسی باشه که آدم وقتی توی یه چرخه تکراری گیر میکنه پیدا میکنه. گفت نه، تو نمیفهمی. من دیگه هیچی رو نمیخوام. این فرق داره. گفتم همینه که ترسناکه. وقتی آدم چیزی نمیخواد یعنی دیگه زنده نیست. یه کوچولو هم دیگه داشت لجمو در می آورد راستش. یه لبخند زد، از اون لبخندایی که معلوم از ته دل نیست. بعد گفت شاید منم فقط نفس میکشم ولی زنده نیستم. نقطه شکست کجاست؟ یه ماشین با سرعت از جلومون رد شد. یکم از چایی از دیوانم پاشید رو کف دستمو تکون دادم و تندی دستامو گرفت و فوت کرد و من در حالی که داشتم قربونش میرفتم گفتم آدما کی میفهمن که دیگه چیزی نمیخوان؟ کی اون نقطه شکست میاد؟ چند لحظه هیچی نگفت. یه سیگار دیگه روشن کرد، پک زد، بعد گفت یه روز فهمیدم هیچ کس قرار نیست بیاد نجاتم بده. خب که چی؟ کی منتظر نجاته؟ همه. تو هم منتظری. فقط حواست نیست. همه منتظر یه چیزی هن که بیاد و از توی این باطلاق بکشدشون بیرون. یکی عشق، یکی پول، یکی خدا، یکی سفر، یکی روانکاوی، یکی فلسفه.
ولی آخرش همه میفهمن که چیزی اون بیرون نیست. پس چی کار باید کرد؟ یه پک دیگه زد و گفت من هیچ چیزو انتخاب کردم. یه لحظه واقعی. بلند شدیم. آروم تو خیابون راه میرفتیم. ماشینا رد میشدن. بعضیا با عجله، بعضیا آروم. یه لحظه دستشو گذاشت رو شونم و گفت ولی یه چیزی هست. چی؟ همین که الان تو کوچه ایم، همین که راه میریم، همین که هوا سرده و تو لیوان چای داغه، همین که الان زنده ایم، این خودش یه چیزه. ساکت شدم. راست میگفت. شاید قرار نبود چیزی ته این دنیا منتظر ما باشه. شاید قرار نبود یه حقیقت بزرگ کشف کنیم که همه چی رو برامون معنا کنه. اما همین لحظه ها، همین قدم زدن تو کوچه های تهران، همین گرمای چایی تو هوای سرد، همین حرف زدن، شاید خودش همون چیزی بود که دنبالش میگشتیم. دود سیگارش توی هوای سرد پیچید و رفت بالا. تهران خلوت شد. کوچه ها از اون سکوتایی داشتن که انگار شهر داره نفس میکشه. فقط صدای قدم های خودمون میومد. اونم نه زیاد. خیابونای خیس، نور زرد کج و کله چراغا، بوی خاک نم خورده، انگار همه چی توی یه لحظه معلق گیر افتاده بود. گفتم الان چه حسی داری؟ لبخند زد. از اون لبخندایی که معلوم نبود تهش غمه یا یه جور آسودگی. گفت یه زمانی فکر میکردم آخرش یا باید به حقیقت مطلق برسم یا تو تاریکی غرق بشم، اما حالا نمیدونم. انگار فهمیدم که جواب اونقدرها هم مهم نیست. ایستادم. بهش نگاه کردم. همین جمله خودش جواب بود. راه افتادیم سمت یه پل هوایی. باد میزد تو صورتمون ولی سردیش اذیت کننده نبود. همون موقع یه چیزی تو دلم فرو ریخت، یه حس عجیب، یه درک جدید. پس آخرش اینجوریه که ما تو خیابونا راه میریم و فقط سعی میکنیم لحظه هامونو از دست ندیم؟ آره. یکم مکث کرد، بعد گفت و میدونی جالب چیه؟ اینه که این اصلاً چیز کمی نیست. معنای کوچیک اما محکم. همونجا روی پل هوایی ایستادیم. پایین خیابون خلوت بود. چراغای زرد راهنمایی، برق آسفالت خیس، صدای دور یه موتوری که داشت از ته خیابون میومد. یه حس عجیبی بود. انگار از بالا داشتیم به همه چی نگاه میکردیم. یه چیزی توی افکارم هست که قبلا درکی ازش نداشتم. نگاهم کرد. منتظر شد ادامه بدم. که زندگی به خودی خود معنا نداره. ولی تو میتونی یه جور زندگی کنی که انگار معنا داره. یه جوری که اون لحظه هایی که واقعی‌اند مهم بشن. با صدای آروم گفت شاید باید همینا رو بچسبیم. یه بار دیگه نگاهش کردم. اون آدمی که فکر میکرد ته دنیا فقط یه پوچی تاریکه، حالا روی یه پل هوایی وایساده بود و داشت از یه لحظه ساده لذت میبرد. باد از روی پل رد شد. یه لحظه حس کردم همه یه فکرای سنگینمون رو با خودش برد. ولی یه چیز، یه حس، یه سوال هنوز ته دلم مونده بود. یه چیزی که باید توی یه شب دیگه، توی یه خیابون دیگه باز دنبالش میگشتیم.